انداز اکسیز آب آشامیدنی در تاجیکستان در نتیجه یک اشتباه بالا رفته است. قرار 3 مرتبه بالا بردن انداز اکسیز برای آب آشامیدنی گازدار و بی‌گاز در تاجیکستان روز 9 ایون صادر شده بود، اما اصلا آن به محصولات وارداتی دخل داشته است. مقامات میگویند که هنگام تهیه متن قرار حکومت یک سوء تفاهم باعث شده است که انداز آبهای استحصال وطنی هم بالا برده شده. همصحبتان رادیوی آزادی در 2 ساختار اقتصادی کشور این نکته را تصدیق کردند. در ریاست تکمیل قانونگذاری کمیته انداز تاجیکستان گفتند که تشبث بالا بردن اندازه آبی گازدار و بی‌گازی آشامیدنی در وزارت مالیه بود و لایحه قرار حکومت را نیز این وزارت تهیه کرده است. یک مقام نهاد گفت هرچند قرار حکومت صادر شده است، اما چون در نشریه‌های رسمی به چاپ نرسیده است، آن مورد عمل قرار نمیگیرد. و با گفته این همصحبت ما در کمیته انداز به احتمال زیاد به این قرار تصحیح وارد می شود و اندازه اکسیز آب گازدار و بی‌گاز آشامیدنی مثل پیشین باقی میماند. طبق یک قرار حکومت تاجیکستان که 9 ایون سال جاری صادر شد، در برابر محصولات دیگر اکسیزی ارزش اکسیز از آب آشامیدنی گازدار و بی‌گاز برای هر 1 لیتر از نشانداد 0.2 یورو تا 0.6 یورو و اندازه اکسیز آبهای شیرین از 0.3 یورو تا به 0.9 یورو بالا برده شد. در نتیجه در بازارهای بزرگ پایتخت تاجیکستان ارزش آب آشامیدنی در ظرف‌های 1.5 لیتر نیز به طور چشم‌رس بالا رفت. نرخ یک بسته آب عبارت از 6 ظرف از 10 سومانی قبلی تا به 13 سومانی رسید. 3 مرتبه بالا بردن اندازه اکسیز آبهای آشامیدنی بخصوص در گرمای سخت تابستان در تاجیکستان باعث نگرانی تولید کنندگان و هم میزاجان شد. پس از بالا بردن میزان اندازه اکسیز از آب آشامیدنی، شرکت ها با نوشتن یک نامه مشترک از حکومت تقاضا کردند که این قرار را بازبینی کند. شرکت های تولید کننده در این نامه خود گفتند که بالا رفتن اندازه اکسیز آنها را از اکثریت مشتریانشان محروم میکند.